روح یه پلیر واقعی که توی دنیای ماینکرافت سرگردانه. یه روز یه فایل مرموز توی گوگل درایو پیدا میشه به اسم 274final.mp4 که هرچی این ویدیو رو دید دیگه آنلاین نشد. بازیکن 274 توی جنگل میگشت و نوشت روز 87 هنوز پایگاه رو پیدا نکردم. توی بازی تک نفره با کی حرف میزد؟ دوربین بازی تکون عجیبی داشت. سایه‌هایی بین درخت‌ها ظاهر میشدن و با نگاه کردن ناپدید میشدن. دقیقه 3 و 7 ثانیه فقط برای یه فریم یه موجود با هودی سیاه و صورت سفید دیده شد. بعد کتابی به اسم F3 دید. اونو بازش کرد. صفحه سیاه شد و وقتی برگشت مختصات روی عدد 274 قفل شد. با صدای لرزون گفت اوکی فهمیدم بس کن. ویدیو دوم پیدا شد. exit.mp4 یه دنیای خاکستری با یه تابلو نوشته شده برگرد. وقتی برگشت بازی گلیچ خورد و خاموش شد. آخرین تصویر یه دستور غیر واقعی بود. سید 274 یه کاربر دیگه امتحانش کرد و همون دنیای عجیب دوباره ساخته شد. درخت‌های بیبرگ، زمین شطرنجی و پیامی که ظاهر شد پلیر 274 join the game. اونم توی حالت تک نفره. بعد درخت‌ها تغییر کردن و روی صفحه نوشت stay. حتی اسم پوشه و ویدیوهاش شد you. روز بعد توی دنیای پلیر 274 روی زمین نوشته شده بود welcome back و موجود سیاه‌پوش دوباره ظاهر شد و گفت منو پیدا کردی، میخوایم بازی کنیم. بازیکن به اتاقی بدون در و پنجره منتقل شد. کتابی به اسم رولز پیدا کرد که توش نوشته بود 1 نگاه نکن، 2 اسمشو نبر و 3 بازی رو متوقف نکن. سرشو بالا آورد. همون موجود سیاه بالای سرش بود. صفحه سیاه شد و اسم دنیا تغییر کرد به watching. فایلی توی پوشه به اسم heartbeat.log بود. داخلش مشخصات 274 نوشته بود و بعد متن‌های ظاهر شد با این مضمون زیر بلوک‌ها داره منو نگاه میکنه، نمیذاره خارج شم، اشتباه منو تکرار نکن. و بعد فقط یک کلمه بارها و بارها تکرار شد. بازی کن، بازی کن و بازی کن. آیا این آخرین نوشته های بازیکن 274 بود یا شاید یه هشدار